بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. بإذن الله سبحانه و تعالی این ردی چهارم ما به خوارجی زندیق زمانه ابو محمد کردی خوارج زندیق است. ما در ردهای گذشته امان بیان کردیم که خوارج ها با گناه کبیره مسلمان ها را تکفیر میکنند و همین را حق میدانند، حالان که این مخالف قرآن و سنت و فهم سلف صالح، یعنی مخالف اجماع صحابگان است. و بعد از این به شما بیان نمودیم که خوارج ها فهم صحابگان رضی الله عنهم را انکار میکنند، میگویند که ما قرآن و سنت داریم، بس است همین، و ما فهممون موافق فهم پیامبر باید باشد. ما به این جهلا میگوییم که چگونه میتوانی فهمت موافق فهم رسول الله باشد؟ چگونه منهج داریم؟ به ما بیان بکن. میگوید که منهج من همین است که آیت را میخونم، چیزی که فهمیدم همین فهم رسول الله است. حدیث را میخونم، چیزی که رسول الله گفتن همین فهم رسول الله است. چیزی که فهمید از آیت و حدیث همین را فهمی رسول الله میگه. یعنی نتیجه این است که این خوارج های زمانه فهم خودشون را مقدم از فهم شاگردان رسول الله میگیرند. میگویند که قرآن و سنت را من میخونم و هر چیزی که فهمیدم همین فهم رسول الله است. اعوذ بالله، فهم خود را میگن که همین فهم رسول الله است، حالان که در بسیار مسائل، در اعتقادی و غیر اعتقادی، حتی در مسائل احکام هم فهم این خوارج های زمانه یا که قدیم ها مخالف فهم قرآن و سنت، مخالف مراد الله و مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس امروزه صحبت ما در یکی از عقیده های باطل خوارج است که این انکار اجماع است و این به موضوع گذشته فهم صحابه تعلق دارد، زیرا که فهم صحابه همین اجماع صحابه است. اجماع صحابه همین فهم صحابه است و بزرگترین فهم صحابه که قوی است و حجت است این اجماع است. باید بدانیم که سرچشمه دین مصادر میگند. مصدر دین، از کجا گرفتن دین؟ سرچشمه دین ما گرفته می شود از همین مصدرهای اصلی مصدر که همه عقیده ما به همون باز می گردد. این از دو وحی است، قرآن و سنت است، کتاب الله، کلام الله سبحانه و تعالی و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که این هم وحی است. انا نحن نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیهم، که در این وقت الله سنت و قرآن را ذکر کرد که هر دوش وحی است. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. و این به اجماع هست که همه مسئله دین باید به قرآن و سنت بازگردانیده شود. یعنی اجماع هست به این معنا که صحابگان همچنین دین را میفهمیدند که هر یک مسئله را به قرآن و سنت باید بگردانند و به قرآن و سنت بفهمند و دینشون باید از قرآن و سنت گرفته باشد. بارک الله فیکم. نه مثل کلامی ها که دینشون از عقل گرفته شده است، نه مثل خوارجی که دینشون از فهم خودشون گرفته شد، بلکه از قرآن و سنت گرفته شود. یعنی قرآن و سنت رو باید اینچنین صحیح فهمند. فقط آوردن آیت یا حدیث کافی نیست، باید مراد این آیت که فهمیده شود باید به مراد الله فهمیده شود. حدیث که آوردی فهمیدنش باید به فهم
رسول الله صلی الله علیه وسلم فهمیده شود. انمین است که الله سبحانه و تعالی از ما طلب کرده است. بارک الله فیکم. زیرا که قرآن و سنت حفظ شده است و الله ما را امر کرده است که به قرآن و سنت بازگردیم. امام شافعی رحمه الله میگن چخیلی که در کتاب جمع العلم آمده است صفحه 11 که ولا يلزم قول بكل حال الا بكتاب الله. به یگان قول انسان ملزم نیست مگرم به کتاب الله او سنت رسول الله یا که به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم او سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما سواهما تبع لهما. غیر از قرآن و غیر از سنت باقی مانده سخنها تابع به قرآن و سنت است. یعنی چیزهایی که تابع هست اصل قرآن و سنت است. اما استنباط کردن علما از این دو اصل، از این دو مصدر قرآن و سنت، بارک الله فیکم، این یک مسئله جداگانه است. بارک الله فیکم که این به مانند اجماع یا قیاس است که امروز صحبت ما اجماع هست و اجماع هم وقتی که ثابت است، وقتی که 100% فهمیده شد که همین اجماع ثابت است، حقیقتا وجود دارد، ثابت شده است، پس این اجماع هم مصدر تشریح است. قرآن، سنت و اجماع. بارک الله فیکم. پس بدانید که اینچنین امام شافعی رحمه الله میگویند ولیس لاحد ابدا ان یقول فی شیء. هیچ کس حق ندارد که در یک مسئله یک چیزی بگوید که حلال است، حل ولا حرم الا من جهت العلم. یک چیز حلال بگوید یا حرام بگوید، حلال کند یا حرام بکند، مگر از جهت علم بگوید، یعنی علم داشته باشد از قرآن و سنت. و جهت العلم الخبر فی الكتاب و سنه او الاجماع، از قرآن و سنت و اجماع، یعنی اجماع صحابگانی که از قرآن و سنت حجت داشته باشند. زیرا مصدر اجماع باید چی باشد؟ قرآن یا سنت باشد. این سخن امام شافعی در کتاب رساله سینی آمده است، صفحه 39. چرا من سخنهای امام شافعی رو ذکر کرده شدم؟ برای اینکه این زندیق خوارج زمانه امام شافعی را میگوید که اولین کسی که حجت را ساخته امام شافعی گویا مشرع هست و امام شافعی را اعوذ بالله لعنت میکند، ملعون میگوید و امام شافعی را مشرک و کافر میگوید، زیرا که اجماع را همین ساخته است میگوید. بالاخره این زندیق نمیداند که امام شافعی چی گفتند. امام شافعی رحمه الله گفته ایستادند که هیچ کس حق ندارد که یک چیزی بگوید، زیرا که از نظر امام شافعی، از نظر سلف این امت، از نظر عقیده اهل سنت و الجماعت، اجماع این یک بگویم حکم جداگانه از قرآن و سنت نیست. هر یک اجماع باید در اساس قرآن و سنت باشد. اجماع یعنی فهمی همه صحابگان در بالای یک آیت یا یک سنت است. اما این بیچارگان خوارج علم ندارن، مثل قبوری ها، از کجای مسئله را میفهمند؟ مشکلی اینها انمین عقل پوسیده شون که خود را به نهایت عقلانی، به نهایت عقلدار حس میکنند، در حالتی که به پایان ترین درجه به عقلی رسیدند. از همه به عقل ترین انمین دعوا کنندگان عقل هستند، از خوارج ها و قبوری ها. ابن تیمیه رحمه الله میگند اذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب والرسول موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمن إلا ما يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يمكن إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة. انتهى. کتاب مجموع الفتاوى مجله 7 صفحه 40. ببینید که نظری اهل سنت و الجماعت درباره اجماع چیست. میگن که زمانی که ما گفتیم که کتاب و سنت و اجماع یعنی قرآن و سنت رسول الله و اجماع صحابگان، مدلول یعنی دلالت قرآن و سنت و اجماع هر سهش یک چیز است. هر آن چیزی که در کتاب است پس رسول الله صلی الله علیه و سلم هم موافق به همین در کتاب آمده، یعنی هر چیزی که در قرآن است رسول الله هم موافقی همون در قرآن بوده استند. و این چنین امتی رسول الله صحابگان رضی الله عنهم مجمع هستند، یعنی اجماع کرده اند
به همون چیزی که در قرآن و سنت آمده است. یعنی اجماع یک چیزی الهیده، یک شریعت نو، یک فکر و اندیشه نوی که از قرآن و سنت بیرون باشد نیست. اجماع هم موافق به قرآن و سنت و اجماع یک مسئله که در قرآن یک آیت آمده است، در بالای این آیت، در فهم این آیت احتمال وجود دارد، ممکن این معنا را دارد یا این معنا را دارد، احتمالات وجود دارد. اما اجماع وقتی که میاد معناش این است که همه صحابگان رضی الله عنهم انمین آیت را به انمین فهم فهمیدند. شاگردان رسول الله اگر آیت را به این فهم فهمیده باشند، پس فهم اونها در زمان رسول الله قبول است، زیرا که اگر فهم اونها خطا می بود الله به پیامبر خبر میداد. وقتی که همه صحابگان از یک آیت این فهم را فهمیدند، پس حجت است و من شما ضرور است که با همین اجماع صحابگان پیروی بکنیم و مخالفتش البته که ضلالت و گمراهی و کفر است. پس مؤمنین هیچ چیزی دیگری ندارند مگر این که به اونها واجب است که پیروی از قرآن بکنند و این چنین از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بکنند. قرآن امر میکند که پیروی به قرآن و به سنت بکنید و همه مؤمن ها مجمعون هستند، یعنی همشون اجماع کردند به این که باید پیروی از قرآن و سنت بکنند. و این چنین هر چیزی که مسلمان ها به بالای این همشون یک سخن گفتند، اجماع کردند، این ناممکن است که باطل باشد. صحابگان ناممکن است که همه اشون 12,000 نفر از صحابگانی که بودند وفات کرده و زنده، همه اشون در یک مسئله یک سخن را گفته باشند که این باطل باشد. این ناممکن است مگر این که موافق به قرآن و سنت است. اکنون می آیم که برادری عزیزم، اگر سرچشمه اسلام، مصدر اسلام قرآن و سنت و اجماع باشد، معنای اجماع چیست؟ اجماع چی معنا دارد که اجماع رو ما گشته و برگشته به شما گفته استیم. هر یک چیز رو برای فهمیدن باید معناش رو بفهمید. اجماع از دو جانب معنایش فهمیده می شود، از جانب معنای لغوی و از جانب معنای اصطلاحی علم اصول، از جانب شرعی. معنای اجماع در لغت به دو معنا می آید. معنای عزم، یعنی قصد کردن یک چیزی را، اما معنای دوم اجماع در لغت اتفاق، جمع شدن، اتفاق کردن. اما در اصطلاح علما در شریعت اجماع یعنی علمای اصول میگن که اجتماع علماء امت محمد صلی الله علیه و سلم فی عصر من الاصول، جمع شدن همه علما یک در بالای یک مسئله، این یا آن مسئله جمع شدن در عصر از عصرها، فرق ندارد میگن در کدام عصر نباشه، لیکن سهش همین است که جمع شدن، یک قول گفتن، یک سخن کردن در بالای یک مسئله اجماع قطعی که این اجماع صحابگان است. یعنی همه صحابگان در بالای یک مسئله یک چیز گفته باشند. بمانند چی؟ بمانند این که همه صحابگان اجماع کردند که تارک الصلات کافر است. بمانند این که همه صحابگان اجماع کردند که نماز خواندن فرض عین به همه است. و بمانند این که صحابگان اجماع کردند که مسح کشیدن به بالای مسیح این از سنت است. و همه صحابگان اجماع کردند که تراویح خواندن این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هیچ کسی نمی‌آمد این کار کرده باشد. این چنین نمونه های اجماع زیاد است. اما باید یک اصل را بدانید که خوارج ها در بالای همین اصل گمراه شدند. از سبب همین اصل اجماع را، یکی از شروط اجماع را نفهمیدن، خوارج ها گمراه شدند در باب اجماع و اجماع را انکار کردند. این است که اصل و شرط اساسی اجماع، شرط صحت اجماع این است که اجماع همان وقت صحیح است که در اساس قرآن یا سنت به وجود آمده باشد. اجماعی که ما میگوییم این همون اجماع هست که صحابگان در بالای یک آیت و در بالای یک حدیث اجماع کردند، یعنی همون آیت را فهمیدند. یک آیت است در قرآن که امروز اهل بدعت از قبوری های یا حزبی ها این کار میکنند، میگویند که نه این آیت در درونش موسیقی نیست. ما میگیم
ببینید الله سبحانه و تعالی میگه و من الناس ما یشتری لهو الحدیث، یعنی مردم های هستند که لهو الحدیث رو میخرند، منتشر میکنند تا که بنده های الله رو گمراه بکنند. در اساس همین آیت میگیم موسیقی حرام است، زیرا که صحابگان بر بالای انمین آیت که دلالت به موسیقی میکند اجماع کردند و حرام بودنش رو بیان کردند و این چنین این را سلف این امت از تابعین تبع تابعین ذکر کردند و 4 مذهب این چنین اجماع را نقل میکنند از صحابگان، از سلف این امت. ببینید قبوری ها میگوید، حزبی ها میگوید که این آیت برای حرام بودن موسیقی هیچ دلالت نمیکند. چرا؟ میگن که این قبوری حزبی و غیره ها زیرا که در درون این آیت کلمه موسیقی نیست. به عقل خودشون ببینید همه اهل بدعت عقلانی هستند، از خوارج سر کرده تا جهمی قبوری حزبی همش میبینند به نظر خودشون میگن که ما دیدیم در کجای این آیت مثلا درباره موسیقی کلمه آورده باشد. وجود ندارد، کلمه وجود ندارد. الله موسیقی حرام است نگفت، از همین جد این حرام است، یعنی موسیقی رو ما در اساس این آیت حرام گفته نمیتونیم. این آیت دلالت به حرام بودن موسیقی نمیکند. ما میگوییم که قرآن و سنت باید به فهم صحابگان فهمیده شود. صحابگان گفتند که این آیت دلالت به حرام بودن موسیقی میکند. همه صحابگان همین رو فهمیدند. ابن عباس، ابن عمر و دیگر از علمای کبار صحابه و دیگر صحابگان همین سخن رو شنیدند و انکار نکردند، همه اقرار کردند. پس این اجماع است. پس همین است که قرآن و سنت رو به فهم صحابه بگیری. اگر به فهم خودت بگیری گمراه میشی. چه خیلی که این زندیق خوارجی کردی گمراه شده یا دیگر قبوری ها و حزبی ها همه در اساس عقل پوسیده خود، در اساس چی فکر میکند که خیلی هم خوب فهمیده ایستاده است در عقلش و عقل خودش رو از عقل صحابگان پیش گرفته و بالاخره با عقل خودش قرآن و سنت رو میفهمد و میسنجد و گمراه میشود. پس جمع شدن صحابگان همه اشون، اتفاق کردنشون و جمع شدنشون در بالای یک مسئله و موضوع و همشون یک نظر به بالای همین سخن کردنشون از نظر فهم یا از نظر عمل یا از نظر اعتقاد همون اجماع است. همه صحابگان اجماع کردند که کسی که شرک اکبر رو میکند کافر است. کسی که مانع الزکات است، زکات رو یعنی نمیدهد، دور دراز یا نمیده میگد، کافر است. در اساس قرآن و سنت این عمل رو گفتند. چخیل همه صحابگان این رو وقتی که حضرت ابوبکر صدیق تکفیر کردند و به جنگی مانع الزکات رفتند، همه صحابگان همراهش رفتند، صحابگان انکار نکردند. و این چنین حضرت علی رضی الله عنه وقتی که همون انسان‌هایی که حضرت علی را اله گفته بود تکفیر کردند و به قتل رسوندند، همه اتفاق کردند که اینها کافرند. و این چنین پیروان مسیلمه کذاب را وقتی که کافر گفتند اجماع کردند، هیچ کسی اتفاق نکرد. یعنی بگویم هیچ کسی اختلاف به این اتفاق نکرد، همه اجماع کردند، هیچ کسی اختلاف نکرد. پس برادرم انمین است معنای اجماع، انمین است معنای اجماع. البته اجماع نمودهای خود را دارد، شروطهای خود را دارد، رکنهای خود را دارد. این مسئله به خودش درس‌های طولانی میخواد. مصدر اجماع یعنی مکانی که شما میتوانید اجماع را از اونجا بیاموزید، موضوع اجماع را، این اصول فقه است که خوارج ها از علم اصول فقه فرسخ دور هستند. چه خیلی که جهمی ها، چه خیلی که قبوری ها دور هستند. علم اصول فقه در نزد اشعری، ماتریدی، خوارج ها این علمی کلام است، اما در نزد اهل سنت و جماعت البته این علمی که چگونه استفاده برده شود، باید چگونه فهمیده شود قرآن و سنت. پس ببینید بزرگترین سببی که سبب شده است که خوارج ها گمراه بشوند یا دیگر اهل بدعت گمراه بشوند این است که حدودهای الله نازل کرده را اینها نشناختند. اینها آیاتهای الله را، حدودهای الله را که الله گذاشته است اینها نفهمیدند. از پیش خودشون حدودهای الله را انکار کردند یا خودشون حدود ساختند. اعوذ بالله من ذلک. پس ببینید که ابن تیمیه رحمه الله میگویند چخیلی که در کتاب مجموع الفتاوی مجله 4 صفحه 154 آمده است: فإن الذم والحمد
من الاحکام شرعیه. بد گفتن، ذم کردن یا که خوب گفتن، این از احکام شرعی هست که باید ما از قرآن و سنت بگیریم. از پیش خودمون کسی رو خواستیم بد و کسی رو خواستیم خوب نه، در اساس قرآن و سنت بگیریم. پس ابن القیم الجوزی میگویند خیلی که در کتاب اعلام الموقعین مجله اول صفحه 441 آمده است: ولهذا كان معرفة حدود ما انزل الله على رسوله اصل العلم و قاعدته. و برای همین است که میگند شناخت حدود الله نازل کرده که بر رسولش حدودها را نازل کرده است، این اصل علم است و قاعده دین است. اما همین اصل دین رو خوارجان ندارد. دیگر از این جهمی قبوری برادران خوارج هم ندارند. چرا؟ برای اینکه اینها حدودهای الله گذاشته را نفهمیدند، زیرا که اینها قرآن و سنت را به فهم خودشان میفهمند، به فهم شاگردان رسول الله نمیفهمند. فهم شاگردان رسول الله این کار میکنند. اینا به خود قاعده دارند. این خوارج کردی میگه که من قرآن و سنت را به فهم پیامبر میفهمم. الله تو را خار بکند، اخزاک الله، قبحک الله، چگونه تو به فهم رسول الله میفهمی؟ فهم رسول الله را تو از کجا فهمیدی که رسول الله چه خیلی میفهمند؟ اون شاگردان رسول الله که فهمیدن و رسول الله فهمش اونها را، عملی اونها را اقرار کردن، چرا اونها را قبول نداری؟ برای آنکه بدانید چرا خوارج ها اجماع را انکار میکنند. برای آنکه خوارج ها وقتی که می آیت قرآن را به فهم خودش به من و شما به مسلمان ها میفهماند، بیان میکند، یا سنت رسول الله را به فهم خودش بیان میکند، در این حالت مخالفت میکند. فهم خوارج ها مخالفت به فهم صحابه میکند. پیش خوارج ها را اجماع میگیرد، اجماع صحابگان پیش خوارج ها را میگیرد. خوارج ها هر چیزی که خواهد به قرآن و سنت گفته نمیتواند. از همین جهت اولین چیزی که خوارج ها پیش از همه باید انکار کند، نابود کند و بعد از این میتواند که عقیده باطلش را بین مسلمان ها منتشر کند، این اجماع است. این فهم سلف صالح اجماع صحابگان است. مثلا خوارج می آید یک آیت را میگیرد. خیلی که خوارج کردی در بحثی که با همراهی من کرد درباره سوره مائده 106 صحبت کرد که در اینجا الله سبحانه و تعالی میگوید که شما اگر در سفر باشید به خودتون در حالت مرگ، اگر در سفر باشید به حالت مرگ آمدید، وصیت کردنی باشید، دو مرد مسلمان رو گیرید در شهادت اونها وصیت بکنید. یعنی 3/1 پولتون رو به کسش وصیت میکرده باشید، 3/1 پول مالتون رو. اگر کافر، اگر بگویم مسلمان، مردهای مسلمان نباشند، شما میتونید کافر اصلی رو به خود بارک الله فیکم، یعنی همچون شاهد استفاده برید، وصیت خود رو به اونها نقل کنید و نقل این کافرها اومده به شما نقل میکنن و استفاده شود. شهادت کافر فقط در یک حالت علما میگن در سفر از سبب نبودن مسلمان ها جایز است. اما کردی میگوید که در اساس سوره مائده و 106 در همه حالت شهادت دادن کافر جایز است میگه. مطلقاً یعنی فهمید. از کجا فهمید؟ از پیش خودش. ما به این خوارج زندیق میگوییم که همه علما اجماع کرده اند که علمای سلف اجماع کردند و این چنین ما وقتی که علمای سلف میگیم یعنی صحابگان رضی الله عنهم اجماع کردند که شهادت کافر مطلقاً قبول نیست. یعنی مطلق در همه وقت قبول است گفتن این مخالف اجماع است، بلکه در اصل اجماع هست که شهادت کافر در حالت بودن مسلمان قبول نیست. این به اجماع است. اما خوارج به این چی میگد؟ اجماع یعنی چی؟ ما یعنی گفته شدیم که همه صحابگان، همه شاگردان رسول الله، همون صحابگانی که الله اونها را تزکیه داد، اونها را همشون را عادل گفت، همشون را ثقه گفت، همشون را رضی الله عنهم گفت، همشون گفتند که در حالت گفتند به این معنی که علما گفتند و همه دیگر پیرو شده اند. هیچ کسی این کار نکرده است که وقتی که مسلمان ها مؤمنین موحدین وجود دارند، شرایطی که هست که از مؤمنین موحدین شهادت بگیری، شاهد بیاری، اما کافر رو بیاری قبول نیست، زیرا که شرط شهادت این عدل است، کافر عادل نیست. اما در یک مسئله علمای فقها اختلاف کردند. اگر انسان در سفر باشد و مسلمان نباشد، فقط کافر باشد، شهادتش قبول است یا نیست؟ حنفی، مالکی قبول نیست میگن، حنبلی و غیره قبول است میگن. و ما این سخن را در رد آینده
رد ششم ذکر میکنیم که یا رد پنجم ذکر میکنیم که نمونه از گمراهی کردی خوارج زندیق در انکار، یعنی گمراهیش در انکار فهم سلف. وقتی که فهم سلف رو انکار میکرد همین است. وقتی که ما اجماع رو میاریم، کردی زندیق میگه که اجماع این وجود نداره، اجماع کفره. اعوذ بالله. ببینید ما فهم سلف رو آوردیم که در همین مسئله فقط یک آیت نیست، دیگر آیت ها هست، دیگر حدیث ها هست. در یک مسئله وقتی که صحبت میکنی دیگر آیت و حدیث ها رو بگیر و بعد از این صحابگان رو بین که این قرآن رو، همون آیت رو چگونه فهمیدند، شاگردان رسول الله. آیا ممکن است که رسول الله شاگردها رو برارند و بگویند که اینها جنتی است، اینها بهترین است، به اینها پیروی بکنید و این شاگردها همه اشون در گمراهی اجماع کنند، جمع بشوند؟ ناممکن است. ای زندیق، کسانی که به این زندیق پیروی میشید گمراهان، این ناممکن است. شما اگر بگویید که ممکن است، پس شما طعنه زدید به قرآن و به سنت، زیرا که الله اینها را تزکیه داد. این ناممکن است که یک نفر از صحابه خیزند سخن خطا را بگویند یا سخن باطل را بگویند، 1000 نفر 10,000 نفر از صحابگان خاموش تماشا کنند، روی یک صحابه دیگر رو نشه تماشا بکنند، یعنی خاموش بنشینند. این ناممکن است، زیرا که الله گفت که کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت هستید از دیگر همه امت های گذشته و صحابگان شما بهترین این امت هستید. این چنین برای چی؟ برای اینکه شما کسانی هستید که امر به معروف میکنید و نهی از منکر میکنید. یعنی صحابگان کسانی بودند که وقتی که منکر رو دیدن یک بار انکار میکردن و این انمین بود منهج رسول الله تعلیم داده به صحابگان رضی الله عنهم. در حدیث اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگند من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ای صحابگان، یکی از شما دیدید منکر را به دستتون نابود بکنید، این منکر روید به دستتون نابود بکنید. اگر به دست نتوانید به زبانتون. صحابگان شما گمان میکنید که صحابگان همه خطاگی را میدیدند، گمراهی را میدیدند، زلالت را میدیدند و خاموش می نشستند؟ اگر همچنین فکر بکنید، شما هم رفتید به همون رافضه همراه شدید، برادران رافضه شدید، خوارج ها. بله، هر طائفه بدعتی به دیگر طائفه ها جانب از جانبش یعنی یک است، تشابهت دارد. بالاخره صحابگان رضی الله عنهم کسانی بودند که الله از اونها راضی شده، اونها را تزکیت داده، اونها را خیر الامه گفته و اینها کسانی بودند که باطل را میدیدن انکار میکردن. این ناممکن است که همه شاگردان رسول الله در رو بروی باطل خاموش باشند یا که همه جمع شوند به بالای باطل. انمین است که اجماع حجت است در اساس همین دلیل ها. اما مشکل اینجاست که اینها حدود الله را نفهمیدند، یعنی انمین حد الله گذاشته را که انمین چنین گذاشتهش نفهمیدند. بارک الله فیکم. پس این زلالت و گمراهی انمین کردی هم همین است. این زندیق هم زلالتش همین است که حد را نفهمید. حالان که همه خیر، همه هدایت در التزام و ملتزم شدن به سبیل مؤمنین و موحدین است. یعنی برای همونها رفته باید برای مؤمنین بروی. مؤمنین کی است؟ صحابگان رضی الله عنهم و تابعین. و همه بدی و زلالت و شقاوت در مخالفت اینها است و بزرگترین راه مؤمنین این اجماع مؤمنین است. بزرگترین راه مؤمنین صحابگان این اجماع صحابگان است. راه مؤمنین یعنی فهمی که همون صحابگان همون فهم رو داشتن، تو باید مثل اونها فهم داشته باشی. عملی که همون صحابگان میکردند مثل اونها عمل داشته باشی. سخنی که اونها میگفتند مثل اونها سخن داشته باشی. حیاتت، عملت، اعتقادت مثل اونها باشد و این امر الله است و همه خیر و هدایت در همین است. زیرا که اینها شاگردان رسول الله هستند و همین قرآن و سنت را زنده به زنده پیامبر در همین صحابگانشان به شما فهمانیدند. پس این زنادقه خوارج های زمانه و قدیم، خوارج های قدیم و زمانه
انا همین رو قبول نکردند و گفتند که نه، ما قبول نمیکنیم، اجماع نیست. قرآن و سنت رو ما خودمون میفهمیم، هر کس به فهم خودش. عربی رو خوب نمیداند، این می آمده است قرآن و سنت رو خوب به مراد الله و رسولش میفهمد است. فهمی صحابه رو به فهم صحابه میفهمیم، اجماع صحابه رو میگیریم. گفتن رو این یک قانون برآوردن نو، یک شریعت ساختن نو، و این کسی که این رو گفت کافر است میگه. اعوذ بالله. کسی که اجماع رو قبول کند، اثبات کند، در نزد این کردی خوارج است. حالا ببینید اجماع حجت است یا نیست، مصدر شریعت است یا نیست. همه علمای اهل سنت و جماعت از سلف تا امروز میگویند، نه فقط علمای اهل سنت و جماعت، حتی علماهایی که از اهل بدعت، از اشاعره و ماتریدیه و از مرجئه ها و از همه اینها میگویند که اجماعی که ثابت است از صحابگان قطعی هست، اجماع صاحب شده از صحابگان قطعی است، این مصدر تشریع است، این حجت است و پیروی کردن به این اجماع این فرض است. این قول اول. قول دوم، یک دو طائفه یا سه طائفه اجماع را قبول نکردند و انکار کردند. اینها رافضه ها، معتزله ها و خوارج ها، خوارج های قدیم و خوارج های امروز. وقتی که من این زندیق را خوارج گفتم، میگوید که من آیا به یگان حاکم خروج کردم؟ این زندیق خوارج حتی نمیداند که خوارج شدن فقط به حاکم خروج کردن نیست. اصلی مذهب خوارج رو ببینید شما. تکفیر کردن به کبیره کردی خوارج دارد. انکار کردن فهم صحابه و سلف. قرآن و سنت به فهم سلفی این امت نه، قرآن و سنت به فهم خودی انسان ها. این کردی خوارج دارد. اجماع امت، اجماع سلف صالح، یعنی اجماع صحابگان رو انکار کردن، این کردی خوارج دارد. اینها همش اصلی مذهب خوارج است که این خوارج دارد. ولی دیگر مسائل است که با این دارد. این یکی از خوارج های کرک، خوارج های صاف، انیق، دقیق، خوارج های تازه است، یعنی سفت خوارج است. سبحان الله. ببینید بابای این خوارج ها، بابایشون، اجدادشون چی گفته بود؟ خیلی که در حدیث صحیح آمده است، حدیث متفق علیه است، از ابی سعید الخدری رضی الله عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین صحابگان تقسیم میکردن قسمتی را، غنیمه را. فقال ذوالخویسره گفتن یک مرد از بنی تمیم گفت که یا رسول الله اعدل، ای رسول الله عدل کن. علما میگن که همین سخنش رو این خوارج، یعنی همین انسان هم یک فردی معین خوارج بود، یعنی عقیده خوارجی گویا که از همین سبب خروجش به رسول الله، ببینید خروج کرد به رسول الله، به این معنا که رسول الله تقسیم کردند، تقسیم رسول الله رو قبول نکرد، اعتراض کرد و گفت عدل کن، تو عادل نیستی. به عدل رسول الله یعنی راضی نشد، رسول الله را عادل نگفت، گویا که به معنای اینکه ظالم گفته است. پیامبر گفتن ویلک، وای بر تو، من یعدل الا لم اعدل، اگر من عدل نکنم که عدل میکند؟ غیر از رسول الله آیا کسی هست که عادل تر باشد؟ وجود ندارد. اما همین سخنش از کدام نتیجه به وجود آمد؟ از نتیجه عقل، از نتیجه فهم خودش. سبحان الله. پس ببینید حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما زمانی که حروری ها از حضرت علی رضی الله عنه جدا شدند و یک جماعت بزرگ از هزارها نفر، 6000 در بعضی روایت، 4000 در بعضیش 12000 از حضرت بارک الله فیکم علی جدا شدند. خیلی که در سنن الکبری نسائی آمده است، یعنی 6000 نفر. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگن که به علی مرا اجازت بده به نزد اینها روم و مناظره بکنم. حضرت علی گفتن که من میترسم که تو رو شاید این خوارج ها بکشن. حضرت عبدالله ابن عباس گفتن کله، مرا نه، هرگز نمیکشند.
حضرت عبدالله ابن عباس میگن که فلبیستو، لباسم رو پوشیدم و ترجلتو، موهایم رو شونه کردم و در نصف روزی به جماعت اینها، به نزد جماعت اینها رفتم، در حالتی که وهم یاکلون، خوارج ها نصف روزی میکردن، نشسته طعام میخوردند. خوارج ها به حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفتند که مرحبا بک یا ابن عباس فما جاءک بک، خوشا به تو ای ابن عباس، یعنی خوش آمدی، اهلا بیا ابن عباس، برای چی آمدی؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما گفتند که قلت لهم اتیتکم من عند اصحاب النبی. خوب به همین عباره ها دقت بدید. خوارج ها، کسانی که به این زندیق کردی کمی به شبههاش گرفتار شد، خوب دقت بدید که اجماع و فهم صحابه چی گفتن گپ است. و این مشکلی خوارج ها در اولم بود که مخالف به همه اجماع صحابه بودند و همون اولین برآمدن خوارج هم به همون مخالفت کردن به همه اجماع صحابگان بود. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما به خوارج ها گفتند که اتیتکم من عند اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم المهاجرین والانصار. من به نزد شما آمدم از نزد صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، مهاجرین و انصار، از نزد مهاجرین و انصار، از نزد صحابگان رسول الله آمدم و از نزد ابن عم النبی صلی الله علیه و سلم و سهره، از نزد فرزند عمک رسول الله که داماد رسول الله هست، علی ابن ابی طالب، من به نزد شما آمدم. یعنی ببینید فضیلت ها رو گفته شدن که شما پیش از سخن کردن باید فضیلت صحابگان رو دانید که اینها مهاجرند، انصارند، صحابگان رسول الله اند. الله اینها رو تزکیه داده، رضی الله عنه گفته این داماد رسول الله است، مک بچه رسول الله است، اولین کودکی که مسلمان شده بود علی رضی الله عنه. اینها کسانی هستند که علیهم نزل القرآن، به اینها قرآن نازل شد. فهم اعلم بتأویله منکم، انا من صحابگان عالمترند به تفسیر و فهم تعویل قرآن از شما دیده. انا اینجا حجت است. قولی صحابگان را شما میگید که خوارج ها ما میگیریم یا احترام میکنیم صحابگان. اگر صحابه را تکفیر نکنی، سخن صحابه را دقت بده که عیناً همین سخنی که ما به تو ای زندیق، به شما ای خوارج ها گفته شدیم، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما به خوارج اجداد شما، گذشتگان شما به خوارج اول گفته بود. گفتن که انا من صحابگان، مهاجر، انصار، قرآن به آنها نازل شد و آنها داننده تر هستند به تفسیر قرآن از شما. از شما دیده زیادتر و خوبتر و بهتر میفهمند. ولیس فیکم منهم احد. ای خوارج ها، در بین شمایی که حضرت علی را ترک کردید و گمراه گفتید و تکفیر کردید و بیرون شدید، 6000 نفر هستید، 12000 یا 4000 کسی نباشید، یگان نفر از صحابگان رسول الله نیستند. نه مهاجر، نه انصار، هیچ کسی از صحابگان در بینشون نیستند. و من آمدم از نزد همین بزرگان لأبلغکم ما یقولون، تا که برسانم آنچه که انمون بزرگان صحابگان میگویند، و ابلغهم ما تقولون، و آنچه که شما میگوید به این صحابگان رسول الله میرسانم. یک نفر از همون خوارج ها به من گفت، میگویند، یعنی حضرت ابن عباس میگن که فانتحالی نفر منهم قلت هاتوا ما نقمتم على اصحاب رسول الله صلی الله علیه و ابن عمی. عبدالله ابن عباس به خوارج ها گفتن که به من بدهید آنچه که شما ناامید شدید و بدی گفتید در حق اصحاب رسول الله صلی الله علیه و و در حق پسر عمک رسول الله و دامادش. این قصه رو خوب تأمل کنید و نگاه کنید. زمان قدیم هم خوارج های اول برآمده اجماع همه صحابگان را که فهمشان این بود که قرآن و سنت را می شود که انسان تحکیم بکنه، یعنی انسان ها جمع بشوند یک مسئله را از قرآن و سنت بفهمند، صلح وجود دارد و غیره، به اجماع صحابگان بود. اما خوارج ها اجماع را انکار کردند. امروز هم این کردی اجماع را انکار میکند. یکی از شیخ های اهل سنت و الجماعت میگه که فانظر کیف احتج علیهم خیر الامه و ترجمان القرآن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما بانهم لیس فیهم احد من اصحاب النبی صلی الله علیه و نگاه بکن ای مسلمان که چگونه به خوارج ها حجت آورد بهترین این امت، یکی از بهترین هایش و ترجمان قرآن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما.
حجت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما این بود که به خوارج‌ها گفتند که در بین شما یگان نفر اصحاب رسول الله نیست و انه جاءهم من المهاجرین و انصار. و حجت عبدالله ابن عباس به خوارج‌ها این بود که من از نزد مهاجرین و انصار آمدم، اونهایی که قرآن به همونها نازل شده بود، اونهایی که داننده تر هستند به قرآن از شما دیده عالم هستند. پس با همین سخنشون عبدالله ابن عباس به خوارج‌ها بیان کردند که جدا شدن از صحابگان، مخالفت کردن به راه صحابگان، دیگر راه را اختیار کردن، دیگر فهم را فهمیدن، فهم صحابه را ترک کردن و به دیگر فهم رفتن، اجماع صحابه را انکار کردن، سبیل مؤمنین صحابگان را انکار کردند، این یکی از بزرگترین سبب زلالت و بدعت و مارقه شدن از دین است، بیرون برآمدن از دین است. عبدالله ابن عباس با همین حجت اونها را مناظره کردند که ای خوارج ها، ای کسانی که به حضرت علی برآمده، شما اجماع صحابه را انکار کرده ایستادید و امروزه مارق العصر، امروزه مارقا هم، مارقای به مانند کردی خوارج مارقه، مخالفت کرده ایستادند اجماع مسلمین، اجماع صحابگان و بالاخره اجماع را اقرار کننده ها را حتی مشرک میگند. حضرت مظفر السمعانی رحمه الله میگن که اذا تعرفنا حال الامه، زمانی که ما حال امت را بیان میکنیم میبینیم و میابیم که وجدناهم متفقین على تضلیل من یخالف الاجماع و تخطئته، ما میابیم که همه این امت گمراه می حسابند کسانی را که به اجماع مخالفت میکنند. ولم تزل الامه ينسبون المخالفين للإجماع إلى المروق وشق العسى ومحاداة المسلمين ومشاقتهم. تا به حال میگند امت کسانی را که اجماع را اختلاف میکرد همینها را مروق از دین کرده ها میگند، یعنی مورق شده ها میگند. و میگند که ولا يعدون ذلك من امور الهینه، یعنی مخالفت کردن به اجماع را یکی از مسئله عادی و ساده نمیفهمند، بلکه یعدون ذلك من عظام الامور و قبیح الارتکابات، بلکه مخالفت کردن به اجماع را یکی از بزرگترین مسائل و یکی از بزرگترین قبیحات است میگند. فدل انهم عدو اجماع المسلمین حجة يحرم مخالفتها، پس این دلالت میکرد که اونها دشمن اجماع مسلمان ها هستند، یک حجتی که مخالفت کردنش حرام است. ابو عمر الاوزاعی رحمه الله میگند ان غایة كل محدث في الاسلام الاعراض عن فهم الصحابه والاعتماد على رأيه و فهمه. ببینید غایت، مقصدی همه اهل بدعت، اون انسان‌هایی که در اسلام بدعت را انجام دادند، این است که اعراض میکنند، مقصدشون اعراض کردن از فهم صحابه است و اعتماد کردن بر رأی پوسیده خودش است. سبحان الله. اوزاعی رحمه الله میگن که ما رأی امرئ فی امر بلغه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم الا اتباعه، هیچ کسی نیست، یگان مرد نیست وقتی که به او، هر مردی که به او امر از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، او هیچ راهی ندارد، هیچ فکری ندارد، هیچ رأی ندارد مگر اینکه باید پیروی بکند از رأی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر از رسول الله در این مسئله هیچ چیزی نباشد، و قال فيه اصحابه من بعده كانوا اولا فيه بالحق منه، اگر سخن از صحابگان وارد شده باشد پس پیروی کند به صحابگان، زیرا که صحابگان اولا هستند از ما. اوزاعی تابعین یا تبع تابعین که بودند، تابعین گفتند اولا هستند صحابگان از ما. انا من طور است، فهم صحابه اولا است از فهم دیگران.
کردی خوارجی که سخته دست رافضه هست، کردی خوارج که همه سلف را تکفیر میکند، فهم خودش را اولاتر میداند. سبحان الله. اما خوارج ها باشند چی میگویند؟ هر فهمی که ما فهمیدیم حق است و هر فهمی که ما نفهمیدیم باطل است. فهم صحابه رو ما قبول نداریم میگه. ابو حاتم الرازی رحمه الله منهج اهل سنت و الجماعت را منهج اهل حدیث در استدلال کردن و ترتیب کردن دلیل ها و از کجا میگیرند دلیل ها را چگونه میفهمند منهج رو بیان کردند. میگن العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ وما صحت الأخبار عن رسول الله مما لا معارض له وما جاء عن الأولياء من الصحابة ما اتفقوا عليه فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم. لم ببینید طریقه استدلال، طریقه فهم این است که علم این در نزد ما همین است که اون چیزی که در کتاب الله آمده است، اون آیات هایی که ناسخ است، منسوخ نیست، منسوخ شده نباشد، و اون خبرهایی که از رسول الله با ما صحیح آمده رسیده است. علم همین است، ما از همین میگیریم و هیچ معارضت به این نمیکنیم. و اون چیزی که از اولیا، از صحابگان آمده است که اونها در یک مسئله اتفاق کرده باشند، یعنی اجماع کرده باشند. اما زمانی که اختلاف کرده باشند، از اختلاف مثلا در یک مسئله صحابگان به دو قول اختلاف کرده باشند، یکی از این قول ها را میگیریم، خودمون قول سوم نمیسازیم. صحابگان در یک مسئله به دو قول اختلاف کرده باشند، بسیارترین جماعت اونها را یک قولی که موافق به قرآن و سنت است همون را میگیرید، قول سوم را از پیش خودتون نمیسازید مثل خوارج. انا این است منهج اهل سنت و الجماعت. حرب اسماعیل کرمانی میگویند والدين إنما هو كتاب الله وآثار وسنن روايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف. يعني ببينت أو أصحاب النبي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين وتابع التابعين. أنا مين است؟ دين كتاب الله سنة رسول الله وأقوال الصحابة است. حضرت ابن تيمية رحمه الله میگویند در کتاب مجموع الفتاوى مجله 21 صفحه 291 آمده است و كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ. هر یک انسانی که بعد از سلف بیاید و از پیش خودش یک سخنی بگوید که همین سخنش رو سلف نگفته اند، از پیش خودش گفته شده است، البته این سخنش خطا است. انمین است حق. پس دین این پیروی کردن است به قرآن و سنت و تقلید کردن است به سلف صالح، به صحابگان رضی الله عنهم. از پیش خود سخن نگفتن است. و کسانی که اجماع را انکار میکردند اینها را علما زندیق میگفتند. اولین کسی که اجماع را انکار کرده نظام بود، نظام المعتزلی بود. پس امروز هم معتزله ها، خوارج ها، رافضه ها اجماع را انکار میکنند. اجماع ثابت شده در زمان صحابگان، این اجماع البته حجت است. بله، آیا امروز اجماعی که امروز علما هستند اجماع است یا نیست؟ قول راجع این است که اجماع صحیح، اجماعی که حجت است، اجماعی که جمع شدنش ممکن بود، صادر شدنش ممکن بود، این اجماع صحابگان است. بعد از صحابگان البته اختلافات زیاد است. دلیل برای اجماع، البته علما آیات ها را، حدیث های زیادی را، یک چند آیات و حدیث های زیادی را ذکر کردند که این حجت است. سوره نساء 115 را ببینید. الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما یشقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا. هر کسی که مخالفت کند، انشقاق کند رسول الله را بعد از اینکه به او آشکار شده است، هدایت آمده است، حق آمده است، علم آمده است، فهمی، دید، دانست قرآن و سنت وجود دارد، اما باز مخالفت به رسول الله کرد، انشقاق کرد، جدا شد و پیروی کرد غیر راه مؤمنین را، یعنی غیر راه صحابگان را اختیار کرد. به فهم صحابگان نفهمید، به قول صحابگان نگفت، به عمل صحابگان عمل نکرد، بلکه
از پیش خودش دیگر فهم، دیگر قول، دیگر عمل رو به وجود آورد. الله میگه که اینها رو نولیه ما توله، نولیه ما توله، به همون راه انتخاب کردش با میگذاره میرود و نسلیه جهنم، و بالاخره این رو به جهنم میاندازیم و ساعت مصیرا، و بینهایت بازگشتی بد است. ببینید همه علما در فهم این آیت میگویند که مؤمنین اول الناس بالمؤمنین اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، اولاترین کسانی که مؤمنین گفته می شود این صحابگان رسول اکرم هستند. در همین امتی که از رسول الله، از عهد رسول الله تا امروز است، مؤمنین گفته ما کی را میگوییم؟ و بهترین، اولاترین، مستحقترین کسا به کلمه مؤمنینی که در سوره نساء 115 آمده است کی است؟ عصر صحابه، تابعین، تبع تابعین، امروز کی است؟ اول صحابگان است. آنهایی که الله از آنها راضی شد، آنهایی که الله آنها را بشارت به جنت داد، الله آنها را تزکیه داد، الله آنها را عادل گفت، انا منها مؤمنین هستند. سبحان الله. هر کسی که مخالفت به راه مؤمنین کند، راه مؤمنین چی؟ مؤمنین آمدند، صحابگان آمدند، اجماع کردند در بالای یک آیت، یک فهم کردند. تو بیایی مخالفت بکنی، آیا این از راه مؤمنین بیرون شدن است یا نیست؟ بله بیرون شدن است، 100%. این گمراهی است، این ضلالت است. از همین جهت علما میگویند که اجماع ثابت شد، حقیقتا 100% اجماع صحابه ثابت شد، این کار کردی کافر میشه. این کاری اجماعی ثابت شده قطعی کفر است. زیرا که بار دیگر میگم شرط صحت اجماع همین است که اجماع همون وقت ثابت میشود که به خودش قرآن و سنت داشته باشد، یعنی نص داشته باشد. اجماع از هوا به وجود نمیاد، اجماع در بالای آیت و حدیث به وجود میاد. شما میگید که اگر آیت حدیث در یک مسئله باشد اجماع چی لازم است؟ ما میگوییم که الآیات والاحادیث والنص يتطرق عليه الاحتمال، یعنی همین آیت قرآن و حدیث ممکن است که در بالش احتمال وجود داشته باشد. از همین جهت ببینید یک آیت رو یک کس میآورد به طرف فهم باطل خودش میبرد، یک کسی دیگر میآید به طرف فهم باطل دیگری خودش میبرد، به هر طرف میبرد. یعنی یک آیت رو هر کس به نظر خود، هر یک مذهب به نظر فهم خودش میفهمد. اما وقتی که اجماع آمد از صحابگان در بالای همین آیت که همه صحابگان اجماع میکردند که این آیت معناش انا این بود، اهل بدعت دیگر خاموش میشوند، نمیتوانند که قرآن را این طرف و اون طرف ببرند و بازی بکنند. فایده اجماع همین است که بازی کردن، تلاعب اهل بدعت به قرآن را انکار میکند. اجماع یک دروازه هست که پیش روی سپر هست که پیش روی اهل بدعت را از بازی کردن به قرآن و سنت میدارد. اگر اجماع نباشد باور بکنید اهل بدعت قرآن و سنت را اینچنین این طرف اون طرف میکشند، در بالای قرآن و سنت اینچنین بازی میکنند به قرآن و سنت که به هیچ گفتگویی نیست. چخیلی که این کردی بسیار در بالای حدیث و قرآن بازی میکند. حدیث رو میاری میگه ضعیف است. وقتی که اجماع کردند علما که صحیح بخاری این کتابی صحیح است و صحیح ترین کتاب بعد از قرآن است، به این خوارج هر حدیثی که میگوی ضعیف است، ضعیف است، ضعیف است. بخاری متفق علیه رو، ما فقط بخاری و مسلم رو میگیم ضعیف است. حدیثایی که علما اجماع کردن در نزد اینها ضعیف است. در گناه کبیره همین است یا نیست حالتشون؟ الله در قرآن دوم طایفه از مؤمنینه که به هم دیگر می جنگن مؤمن گفته شدن، از نظر این خوارج اینا کفرند. ببینید اجماع را انکار کردن و با قرآن بازی میکنند، با سنت بازی میکنند، یکیش رو با یکیش میزنند. پس این اجماع صحابگان یک رحمت الله هست برای حفظ دین که هر کس قرآن رو به فهم خودش فهمیده، این جماعت اسلام 100 مذهب و 1000 مذهب نشود. من بیایم قرآن رو به فهم خودم فهمم، حزبی بیاید، سروری بیاید، مدخلی بیاید. برای همین ما وقتی که مناظره میکنیم، مناقشه میکنیم با همه اهل بدعت، قبوری باشد، رافضه باشد، یا که گویم مدخلی باشد، سروری باشد، صوفی باشد، اشعری باشد، ماتریدی و اینچنین خوارج عقلانی و غیره باشد، میگیم که بیایید قرآن و سنت را که شما حجت میگیرید، فهم صحابه را در زیرش ذکر بگیرید که شاگردای رسول الله همین قرآن و سنت که شما میگیرید چی میگفتند. بیایید در همین مسئله سخن صحابه را بیارید. میگریزند، نابود میشوند، پاره پاره میشوند.
زیرا که اجماع صحابگان مخالف اینو است. همه صحابگان اجماع میکردند که الله در بالا است، در بالای عرش است. اشعری ماتریدی میگن که همه علما میگن که الله لا مکان است، الله در روی زمین است. ما میگیم که همه علمای شما کی است؟ از کی شروع شده؟ بعد از عصر 4 شروع شده. تا عصر 4، عصر 1، عصر 2، عصر 3 همه علما مگر مرده بودند؟ چرا عصر صحابگان و تابعین تبع تابعین رو نمیارید؟ ما اشعری ماتریدی رو میبریم به عصر صحابه، به عصر تابعین تبع تابعین که اینو مذهبشون در یک لحظه نابود میشود. خوارج ها رو به عصر صحابه میبریم، در یک لحظه نابود میشود. برای همین است که اینها شب و روز به اهل توحید، به اهل سنت و الجماعت مبارزه میبرند و شب و روز فهم صحابه رو رد میکنند، اجماع رو انکار میکنند. مقصدشون همین است. انکار اجماع در نزد خوارج مقصد اساسیش چیست؟ چی فایده میگیرد خوارج ها؟ چرا این رو انکار میکنند؟ آیا انکار کردن اجماع مگر یکی از اصول دین خوارج است؟ نه، مقصدشون این است که اگر اجماع را خوارج ها قبول بکند، مذهب خوارجی نابود می شود. چخیلی که خوارج های اول اگر همشون قبول میکردند، به تمام خوارجی نابود میشد. همون خوارج های اول وقتی که سخن ابن عباس رو فهمیدند، نصفشون از همین 6000 3000 توبه کرد. فهمید که اینها در حقیقت ناممکن است که همه صحابگان گمراه باشند، همه زنده، همه گمراه. 4 کسانی که بعد از صحابه آمدند اینها حق باشند. این ناممکن است. این ناممکن است. این عقل میفهمد. حتی این عقلانی خوارج ها عقلشون، من چخیلی که گفتم همه طایفه‌ای که عقل رو دعوت میکنن اینها عقلشون پست است، اینها عقل ندارن، پوسیده عقلند. عقل دلالت میکنن که ناممکن است که صحابگان همه فهمشون نادرست و فهمی توی جاهل تنهایی خوارج زندیق حق باشد، اجماع صحابه حق نباشد. و همه صحابه، همه علمای اهل سنت و الجماعت همین سخن را در زیر این آیت میگن. ابن کثیر، ابن جریر طبری و غیره. آیت دومی که جمهور علما، یعنی همه علمای اهل سنت و الجماعت برای اجماع حجت میارن، سوره نساء 59 است که فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. اگر در یک مسئله اختلاف کردید، تنازع کردید، به الله و رسول، به کتاب و به سنت بازگردونید اگر ایمان به الله داشته باشید. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. یعنی اون چیزی که اتفاق کردید، یعنی اون چیزی که اجماع کردید. صحابه ها رو گفتید، صحابه ها وقتی که همشون اجماع میکردن، تمام لازم نیست که به قرآن و سنت بیارید، زیرا که اجماع صحابگان همه اش در اساس قرآن و سنت بود و همشون فهمیدن، تنازع نکردن. وقتی که تنازع نکردید به قرآن و سنت نمیایید. اما وقتی که تنازع شد، تنازع از چی می شود؟ یک نفر، یک جماعت سخن کردن، جماعت دیگر انکار کرد. آیا ناممکن است؟ آیا سوال اینجاست که آیا ممکن است که صحابگان همچنین حالت شده باشد که همه اشون در رو بروی باطل خاموش شده باشند یا همه باطل گفته باشند، جانبدار باطل باشند؟ اگر بگویید که بله، پس شما رافضه شدید، مذهبی رافضگی رو گرفتید. از همین جهت میگیم که در نزد صحابگان ناممکن بود. اینو دلالت میکند. بله. و این آیتی پیشتر گفتم که کنتم خیر امت اخرجت للناس، اینها خیر امت هستند که امر به معروف نهی از منکر میکردند و ناممکن بود که صحابگان به باطل خاموش تماشا بیستند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا تزال طائفه من امتی ظاهرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. یک طایفه از اهل حق وجود دارند که هیچ کس اینها را نابود کرده نمیتواند، خار و ذلیل کرده نمیتواند تا روز قیامت. امام بخاری چی گفتند؟ قال البخاری و هم اهل العلم، این اهل علم است گفتند. حدیث صحیح است. پس بارک الله فیکم، با همین فهمیده می شود که اجماع حجت است، اجماع صحابگان است. هر کسی که بعد از اجماع صحابگان می آید دیده و دانسته اجماع را انکار میکند، در خطر بزرگ است. و هر سخنی که از مذهب ها بعد از اجماع صحابه آمده است، این سخنی بعد از اجماع صحابه یک سخنی دیگر به وجود آمده قبول نیست. مثلا تارک الصلات کافر نیست، بعضی میگند، بعضی از علما ما میگن که خطا از قبول نداریم. این اجماع صحابه آمد، بعد از اجماع یگان سخنی هیچ کسی قبول نیست.
این یک قاعده اصولی علمی است، در علم اصول فقه وجود دارد در مسئله اجماع. و ناممکن است که امت محمد همه یک باره به باطل جمع بشوند. پس در این مسئله سخنها به نهایت زیاد است. من میتوانم باز زیادتر صحبت بکنم، لیکن مختصر قول همین است که اجماعی که در زمان صحابه ثابت شد به وجود آمد، این حجت است. این مصدر عقیده و مصدر شریعت من و شما است. مصدر سرچشمه قرآن و سنت و اجماع هم از قرآن و سنت است. اجماع برای این است که همه فهم قرآن و فهم سنت درست فهمیده شود. فایده اجماع رو گفتیم که بستن دروازه فهم‌های غلط، فهم‌های گوناگون است. در بالای قرآن و سنت صحابگان اجماع کردن در فهمش و به اجماع احتمال وجود ندارد. اجماع این قطعی هست. مثلا اگر آیات رو خوندید شاید فهمش این طور باشد، شاید فهمش این طور باشد، ما میگیم که اجماع صحابه آمد که فهم اینو تامین است، تمام، دیگر خاموش شد. در این مسئله دیگر شاید این شاید اونش نیست. انا فایده چی؟ دیگر چیزی نیست. عقل سلیم اینو قبول میکند، قرآن و سنت به این دلالت میکند، همه امت همین قبول دارند بجز خوارج، معتزله، رافضه، الله خورشان میکند، اخزاهم الله. از شر اینها این امت، جوانهای این امت نگه دارد، از جهل اینها نگه دارد و از فتنه این زندیق امت ملت مسلمان های فرس رو نگه بدارد. بارک الله فیکم و حیاکم الله و ایاکم.